عملیات پلیس روسیه علیه مهاجران دانشجویان در یک ماه اخیر باعث ترس و اضطراب جوانان گردیده است. بنابراین حق و حقوق و مناسبت با کارمند مقامات حفظ حقوق را باید دانست. اگر در روسیه قرار داری، عهدهدار هستی که قاعده‌های ورود، بود و باش، استقامت دائمی و مهنتی را در این کشور رعایت نمایی. در خاطر دار که باید همیشه حجت‌های زیرین همراهت باشد: شناسنامه خارجی، کارت مهاجرتی، سند جای استقامت، پتنت، سغرته طبی، اگر دانشجو هستی، بلیط دانشجویی. نسخه الکترونی این حجت‌ها را نیز در پاچه الکترونی و تلفنت نگاه دار. کی حقوق تفتیش سندی تو را دارد؟ تنها کارمندان پلیس حق دارند حجت‌های شما را تفتیش کنند. هنگام تفتیش حجت‌ها باید قاعده‌های زیرین از جانب پلیس رعایت گردد. کارمند پلیس هنگام مراجعت به شما باید وظیفه، رتبه، نسب و شهادتنامه خود را پیشنهاد کند. پلیس باید سبب و مقصد تفتیش حجت‌های شما را بیان نماید. کارمند پلیس باید نشان سرسینگی که دارای سلسله رقم است داشته باشد. اگر کارمندان پلیس از معرفی خود سرکشی کند، رقم نشان سرسینگی او را نویس یا در خاطر گیر. در رفت تفتیش پلیس حقوق ندارد حجت‌های شما را به گرو گیرد، یعنی با وعده پس از پرداخت جریمه به شما برگردانیدن حجت‌ها. نمایندگان دروژنه‌های اختیاری یا معاوضانی که لباسشان به لباس پلیس شباهت دارند، حقوق ندارند حجت‌های شما را تفتیش کنند. در حالت سنجش، پلیس حقوق ندارد نسبت به شما از قوه جسمانی استفاده کند، به مثل سر را در زمین یا دستان را در پشتاب دادن. چرا پلیس حجت‌های شما را تفتیش می‌کند؟ پلیس موجودیت و اصلی بودن حجت‌های شما را تفتیش می‌کند که آیا بود و باش، استقامت و فعالیت شما در داخل کشور قانونی است یا نه. هنگام تفتیش حجت‌ها شما چی حقوق دارید؟ شما میتوانید از پلیس درخواست کنید تا خود را معرفی نماید، شهادتنامه خود را به شما نشان دهد، ولی از دست رساندن به شهادتنامه پلیس خودداری کنید و در دست پلیس حق دارید آن را با دقت و پوره خوانید و یا معلومات را نویسید. همچنین حقوق دارید سبب و مقصد تفتیش حجت‌های خود را پرسید. اگر شما نخواهید که پلیس حجت‌های شما را گیرد، او را آگاه نموده حجت‌ها را در دست خود به او نشان دهید. اگر شما را دستگیر کرده به شوبه بردن، در این حالت چیکار کرده می توانید؟ پس از دستگیر شدن شما حقوق دارید صحبت تلفنی داشته باشید. این می تواند با ادوکات، دوستان یا خیشتبارتان باشد تا از حالت خود آنها را آگاه سازید. توصیه داده می شود که همیشه با خود رقم تلفن ادوکات، خویشاوندان و دوستانت را داشته باشید تا در حالت بازداشت زنگ زنید و از خود درک دهید. شما همچون بازداشت شده در لحظه دستگیر شدن حقوق درخواست ترجمان و حمایتگر دارید. همه گونه حبس باید در پروتکل مخصوص به رسمیت درآورده شود و نسخه آن به دستگیر شده داده شود. شما را تا برآوردن قرار سود زیاده از 48 ساعت در حبس نگاه داشتن ممکن نیست. اگر کارمند پلیس درخواست تفتیش حجت‌های شما را نماید، مانع ایجاد نکنید و از فرار خودداری کنید. کوشش کنید مناسبت شما با پلیس سببگار بحث و استفاده قوه نگردد. اگر از طرف کارمند پلیس حقوق‌های شما پایمال گردد، شما باید چیکار کنید؟ اگر درخواست شما را برای گرفتن ترجمان، ادوکات یا زنگ تلفنی رد کنند، شما حق دارید خاموش بمانید و از سخن گفتن خودداری کنید. از امضا ماندن در هر گونه حجتی که به شما پیشنهاد می‌کنند خودداری کنید. اگر شما را برای این کار مجبور کنند، در همه حجت‌ها به زبان مادری خود نویسید: من راضی نیستم، چیزی نمی‌فهمم و امضا گذارید. امیدوارم معلوماتی لازمه را برای خود گرفتید. با قاعده‌های بود و باش، قانون‌ها و فرهنگ و مدنیت کشوری که قرار دارید ارج گذارید. تا نشر دیگر، خیر.